آخرین روزهای خروج نیروهای شوروی از افغانستان است و مجاهدین لحظه شماری را برای سقوط دولت دکتر نجیب آغاز کرده است. امریکا، کشورهای غربی، پاکستان و مجاهدین باور داشتند که بعد از خروج شوروی از افغانستان حکومت نجیب الله بیشتر از چند هفته دیگر دوام نخواهد کرد. اما این معادلات مجاهدین و امریکا غلط از آب درآمد، چون هنوز هم دکتر نجیب کسی را داشت که معادلات جنگ را به نفع و تغییر میداد. در هر جنگی که می رفت پیروزی می آورد و خواب سقوط حکومت نجیب الله را برای مجاهدین حرام ساخته بود. در تاریخ افغانستان آغازگر این کارنامه را کسی ندارد جز عبدالرشید دوستم. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال شوید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، سفیر امریکا در پاکستان و بینظیر بوتو، نخست وزیر پاکستان، طرح را برای تصرف جلال آباد توسط نیروهای مجاهدین آماده کردند. آنها قصد داشتند با تصرف این شهر یک دولت موقت به رهبری گلبدین حکمتیار را شکل بدهد و مقدمات فتح کابل و سقوط کامل دولت نجیب الله را فراهم سازد. حدود 10,000 نیروی حزب اسلامی حکمتیار و اتحاد اسلامی سیاف به جلال آباد حمله کردند و توانستند میدان هوایی جلال آباد را به تصرف خود درآورد و دست به شکنجه و اعدام نیروهای دولتی و غیر نظامیان زدند. نیروهای دولتی با نیروهای عبدالرشید دوستم با تمام قوا به دفاع پرداختند. نیروهای مجاهدین مقابل قرارگاه اصلی ارتش متوقف شدند و نیروهای دولتی با حمایت هوایی ضد حمله را شروع کردند. نیروهای هوایی دولتی با حملات در ارتفاع خیلی زیاد کاربرد موشک‌های استینگیر مجاهدین را ناکام ساخت. موشک‌های استینگیر مجاهدین نمی‌توانست در آن ارتفاع هواپیماهای دولتی را هدف قرار بدهد. دولت نجیب با کمک عبدالرشید دوستم بیش از 400 موشک را به سوی مجاهدین در جلال آباد شلیک کرد. این موشک پراکنی های عبدالرشید دوستم با وجودی که دقت خیلی پایین داشت، اما توانست روحیه مجاهدین را بشکند. مجاهدین نتوانستند در برابر موشک های پرتاب شده از خود دفاع کنند و در ظرف چند ماه تمام مواضع خود را در جلال آباد از دست دادند. در این جنگ بیش از 3,000 نیروی مجاهدین کشته و در حدود 12 تا 15,000 غیر نظامی همچنان کشته شدند. بیش از 10,000 نفر دیگر آواره شدند. در آن روزها عبدالرشید دوستم جلال آباد را همانند جهنم روی زمین برای مجاهدین ساخته بود. این شکست سنگین روحیه مجاهدین را در هم شکست و فکر سقوط دولت نجیب را از یاد بردند. در همین حال دکتر نجیب تلاش میکرد که سران مجاهدین را با دادن پول خریداری کند و در این راه نجیب موفقیت‌های بزرگ را به دست آورد. اکثریت قماندان‌های مجاهدین با گرفتن پول دست از جنگ برداشتند. کمک‌های امریکا از طریق پاکستان به دست مجاهدین می‌رسید و بخش عمده آن تحویل حزب اسلامی حکمتیار می‌شد. بیشتر کمک‌های عربستان سعودی به اتحاد اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرب رسول سیاف می‌رسید که بیشتر جنگجویان عرب داوطلب نیز از این طریق
وارد افغانستان میشد. کشور چین میلیون ها دلار سلاح‌های مختلف از جمله توپ ضد هوایی و موشک انداز را در اختیار گروه‌های مجاهدین افغان قرار میداد و ارتش آزادی بخش چین مجاهدین افغان را در اردوگاه‌های نظامی آموزش میداد. عبدالرشید دوستم در اواخر دهه 60 شمسی یک باره در افغانستان مطرح شد. او در آغاز فرماندهی یک گروه کوچک شبه نظامی در افغانستان را بر عهده داشت و در دوران حکومت نجیب الله یک باره رشد کرد و به فرماندهی یک ارتش 20,000 نفری رسید. از تنگی واجان لوگر تا تنگی فرخار تخار، از کوتل سبزگ بادغیس تا ستوکندوی پکتیا و از دره‌های کنر گرفته تا دشت‌های قندهار و زابل نیروهای عبدالرشید دوستم حضور داشتند. نیروهای تحت فرمان دوستم با قساوت تمام علیه دشمنانشان می جنگیدند و به همین دلیل آنان را گیلیم جم می گفتند. جنرال دوستم گام به گام پله های رشد و پیروزی را پیمود و با گذشت هر روز محبوبیت و شهرت کسب می کرد. در هر نبردی که جنرال دوستم می رفت نتیجه آن نبرد از قبل هویدا بود. این پیروزی های سریع عبدالرشید دوستم برای اطرافیان حکومت نجیب الله حساسیت برانگیز شد و شروع به توطئه های کردند که رابطه عبدالرشید دوستم و دکتر نجیب را خراب ساخت. اطرافیان دکتر نجیب می گفتند که اگر قدرت و شهرت جنرال دوستم به همین اساس ادامه پیدا کند، جنرال دوستم قدرت را از نزد نجیب الله خواهد گرفت. اطرافیان نجیب الله بالاخره موفق شدند و دکتر نجیب طرح ترور عبدالرشید دوستم را طرح کرد. دکتر نجیب می‌خواست توسط نیروی هوایی حکومت به جنرال دوستم حمله کند و تعداد نیروها را از هلمند به این منظور به مزار شریف انتقال داد. دوستم را در ننگرهار مسموم ساختند و وزیر دفاع نجیب الله بالای قرارگاه دوستم حمله کرد که در این حمله تلفات زیاد به نیروهای دوستم وارد شد و خود دوستم به شدت زخمی شد. زمانی که دوستم میخواست از مزار شریف و کابل بیاید، هواپیمای حامل او مورد حمله قرار گرفت ولی اصابت نکرد. عبدالرشید دوستم از طرح دولت برای ترورش آگاه شده بود و در اولین فرصت با سران مجاهدین و احمدشاه مسعود تماس برقرار کرد و با بیش از 40,000 نیرو به مجاهدین پیوست. ژنرال دوستم از مزار شریف به شبرغان رفت و تلاش برای تصرف مزار شریف را آغاز کرد. نیروهای دوستم از سمت شرقی مزار شریف، از استقامت غند والگا، از سمت حیرتان و از سمت تیمورک و پل امام بکری بالای مزار شریف حمله کردند. شدیدترین جنگ آغاز شد و نیروهای دولتی از آسمان نیروهای عبدالرشید دوستم را مورد هدف قرار دادند که تعداد زیاد افراد دوستم در این جنگ کشته شدند. اما سرانجام مزار شریف سقوط کرد و نیروهای عبدالرشید دوستم مزار شریف را تصرف کردند. با سقوط شهر مزار شریف، عبدالرشید دوستم، احمدشاه مسعود و عبدالعلی مزاری که در شهر جبل سراج در شمال کابل جمع شده بودند، اساس یک اتحاد را گذاشتند که بعدها به ائتلاف شمال مشهور شد و در این دیدار طرح حمله به کابل را روی دست گرفتند. حدود 700 تن از افراد ژنرال دوستم اولین گروه بود که وارد کابل شدند. روز جمعه 16 اپریل است و دکتر نجیب تلاش میکرد تا از کشور خارج شود، اما نیروهای ژنرال دوستم که کنترل میدان هوایی را در دست داشتند نگذاشتند که نجیب الله از کشور خارج شود.
در 8 ثور 1371 گروه‌های مختلف مجاهدین وارد کابل شدند و بعد از 48 ساعت جنگ‌های داخلی آغاز شد. زمانی که تنش‌ها میان احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار بالا گرفت، عبدالرشید دوستم 4 تا 5 هزار نیروهای خود را برای کمک به احمدشاه مسعود فرستاد و شکست سنگین را به مواضع گلبدین حکمتیار وارد کردند. در این جنگ کنترل قلعه بالاحصار، تپه مرنجان و میدان هوایی کابل را در دست گرفتند. اما دوستی عبدالرشید دوستم با مسعود دیر دوام نکرد. عبدالرشید دوستم میخواست قوای تازه از شمال افغانستان وارد کابل بسازد که مسعود اجازه نداد. در همین زمان عبدالرشید فکر میکرد که حکومت از نیروهای او فقط برای اهداف خود استفاده میکند و در حکومت مجاهدین ازبک ها نقش اساسی را ندارد. به همین دلیل به یک بارگی از احمدشاه مسعود جدا شد و به حکمتیار پیوست و در این زمان دوستم جنگ‌های شدید را علیه احمدشاه مسعود برآ انداخت. اما اتحاد گلبدین حکمتیار با عبدالرشید دوستم دیر دوام نکرد. در زمستان 1371 شمسی عبدالرشید دوستم در جنگ با نیروهای احمدشاه مسعود شکست سنگین خورد و تمام مواضع خود را در کابل از دست داد. در این زمان عبدالرشید دوستم به شمال افغانستان رفت و در 9 ولایت شمال افغانستان از بدخشان تا بادغیس نوع حکومت نیمه مستقل را ساخت و هواداران عبدالرشید دوستم در این زمان او را پادشاه می گفتند. تمام صلاحیت ها در دست او بود. در این زمان صلح و امنیت در ولایت های شمالی برقرار گردید و شهر شبرغان در آن زمان مسکو کوچک لقب گرفت. مردم از ولایت های دیگر برای کار به شبرغان می رفتند. گاز دولتی در سراسر شهر مزار شریف در هر خانه فعال شد و برق 24 ساعته شد. در شمال افغانستان مؤسسات تولیدی و اقتصادی، انتقال گاز، کود برق، صنایع نساجی، سیلو و زغال سنگ فعال شد. احداث سرک‌های جدید، تمدید لین برق به مناطق بی برق، شبکه‌های شهری گاز در شهرهای شبرغان و مزار شریف، پایپلاین های گاز به مزار شریف و احداث صدها مکتب از جمله پروژه های دولتی بود که در این زمان ساخته شد. روضه مزار شریف در این دوره دوباره بازسازی شد و هزاران مهاجر کابل که از جنگ های داخلی فرار کرده بود به ولایت های شمالی پناه بردند. دولت دوستم واحد پولی خود را چاپ میکرد که به نام پول جنبشی مشهور بود. در حالی که ولایت‌های شمالی تحت تسلط عبدالرشید دوستم در حال ترقی و پیشرفت بود، اما در سایر ولایت‌ها جنگ‌های خونین مجاهدین زمینه ظهور طالبان را فراهم ساخت. شامگاه روز جمعه 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند و با افراشتن پرچم سفید امارت اسلامی بر برج کاخ ریاست جمهوری افغانستان قدرت را در دست گرفتند و به این اساس دولت مجاهدین در کابل شکست خورد. طالبان تا سال 1375 در اکثر نقاط کشور بجز ولایت شمالی و دره پنجشیر حکومت خود را شکل دادند. طالبان نمی توانستند دولت دوستم را از راه نظامی شکست بدهند. در آن زمان دولت دوستم بیش از 50,000 ارتش منظم و مسلح داشت. رسول پهلوان و برادرش عبدالملک پهلوان از جمله افراد پرنفوذ حزب جنبش ملی افغانستان و نزدیک به عبدالرشید دوستم بود. در سال 1996 رسول پهلوان در یک درگیری کشته شد.
سرور رسول پهلوان به شدت به رابطه بین عبدالملک و دوستم ضربه زد. عبدالملک فکر میکرد که برادرش به دستور دوستم کشته شده است، اما عبدالرشید دوستم بارها این اتهام را رد کرد و می گفت ترور رسول پهلوان توطئه دشمن است. ما رسول پهلوان را نکشته بودیم، ما شیر پهلوان را نکشته بودیم، علیه ما دسیسه شد، توطئه شد، لشکری 150,000 ما را از هم پاشاند، هزارها جوان ما را قتل عام کرد، میلیاردها ارزش داد سلاح ما به دست دشمن افتید. اونم دشمن همه رقم رسول پهلوان را کشت، دیگر را کشت، علیه ما توطئه را برانداخت. جنرال دوستم رسول پهلوان را کشت، همینطور ما را از کمر شکستان. اما رابطه عبدالملک با دوستم دیگر هرگز خوب نشد. طالبان نقطه ضعف عبدالرشید دوستم و حکومتش را پیدا کرده بود. نقطه ضعف دوستم عبدالملک بود. در ماه می 1997 عبدالملک به طور ناگهانی به طالبان پیوست و اجازه داد که نیروهای طالبان وارد مزار شریف شوند. این اقدام به سقوط موقت مزار شریف به دست طالبان منجر شد. در این زمان عبدالرشید دوستم به ترکیه تبعید شد. اگرچه بعدها دوباره عبدالرشید دوستم با ولایت‌های شمالی برگشت، اما دوستم دوباره هرگز نتوانست آن عظمت گذشته خود را به دست بیاورد. ولایت‌های شمالی هرگز نتوانست دوباره آن امنیت و عظمت گذشته خود را تجربه کند. به این اساس حکومت 5 ساله عبدالرشید دوستم به پایان رسید و فصل جدید حکومت طالبان بر مزار شریف آغاز گردید. شما چی فکر میکنید؟ چرا عبدالرشید دوستم نتوانست قدرتش را حفظ کند؟ حتما در قسمت کامنت همین ویدیو با ما در میان بگذارید. ممنون که تا حالا بیننده این ویدیو بودید. اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مند هستید، کانال ما را سابسکرایب و این ویدیو را با دوستانتان در میان بگذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. جنرال عبدالرشید دوستم، اطلاعات ظرف قماندانی جبهه سالنگ